خب امروز اومدیم بیزینس مواد فروشیمون راه بندازیم. خیلی هم عالی. بریم که ببینیم چی میشه. خب به به چه شروع زیبایی. به چه خبر اینجا؟ کی به کیه؟ چی به چیه؟ به تجارت، بیزینس. چیا داریم اینجا؟ یه قیچی داریم. چی میگه؟ اوکی. دلم گرفت اصلا محصولاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دعایی نبود مدلم تکبری بود. دلم گرفت اصلا محصولاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دعایی نبود مدلم تکبری بود. دلم گرفت اصلا محصولاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دعایی نبود مدلم تکبری بود. دلم گرفت اصلا محصولاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دعایی نبود. آها میگه که اگه 2 تا بهم بدی، 2 تا پک بهم بدی 60 دلار بهت میدم. ما قبول میکنیم. دیدم گفته که اگه 2 تا بدی 90 تا بهت میدم. اوکی. اوه این گفته اگه 2 تا بدی 120 دلار میدم. بنازم. خب ما اینا رو اکسپت کردیم. بعد دلم گرفت اصلا محصولاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دعایی نبود مدلم تکبری بود. دلم گرفت اصلا محصولاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دعایی نبود مدلم تکبری بود. دلم گرفت اصلا محصولاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دعایی نبود مدلم تکبری بود. دلم گرفت اصلا محصولاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دعایی نبود مدلم تکبری. دلم گرفت اصلا محصولاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دعایی نبود مدلم تکبری بود. داداش یا برات چیزو بردم. 2 تا میخوای؟ کم پول میدی دن سرویس. آقا تجارت بیزینس نوکرم. خواستی کا تک SMS بده برات بیارم. اینجا کسی دیگه هسته؟ باش تو میخوای بیا. 90 تا. این باز قیمتش اوکی تره. بزنش کن صفا. آره دلم گرفت اصلا محصولاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دعایی نبود مدلم تکبری. داداش بزن عشق کنا. ببین دعا کن منو. آره مثلا حواسمون نیست داریم راهمونو میریم. بخمس ببین آخ من چه کارم؟ واسا ای سلام میشه که یه بار دیگه زیرت میکنم ها. هلو. خب دن دوست گل من پول نمیدی که. بکنم رایگان میخوادی. بزن صفا کن عشق کن. به نیو آو واجی فکر کنم چیز میشه وقتی فکر کنم به این تست دادیم که این بیا مشتریمون چیه. یه جا دیگه مارک کرده. باز که تویی. باز چیه؟ به دادم دیگه. شو بابا. باجی من به این دادم. این بازم فکر کنم میخواد. یکی دیگه بهت میدم آقا بیا. برو عشق کن. پول داد بنازم. میگه که مخاطبین رو باز کنید. اینا مشتریامونن الان. یا همون زنیکه که الان بهش مشکل داریم تست کرد. این 3 تا دیگه هم همونه که بهشون فروختیم. آره میگه که برو شاپ کنم همین بغل بود. آره چه ماشینی بنازم. آقا درود. چیا داری؟ نوشته که 2 تا چیشی بگیرم. چی اسم این؟ همینه. آره آقا دم شما گم نوکرم. داداش سلام. خیلی بد نگاه کرد. خیلی بد نگاه کرد.
مشکل داری آجی هیچ برش او خوردم آجی اومد دنبالم. ما که رفتیم از اینجا. آره فکر کنم یه کار دیگه هم باید کنیم. آره یه جا دیگه پین کرده واسه آجی پلیس رو میخوام زیر بگیرم. سورپرایز مادرفاک. بمیر دیگه بابا زیرت کردم دیوز. سگجونی هستی ها. این ویلچر رو جمعش کن دیگه. آخ من چه کارم؟ نه یا درو باید با اینم صحبت کنی. برو مر با سلام و درود. چه قیافه ای داری برا. نفهم چی میگی فقط اسکیپ میکنم. آره نفهمیدم چی گفتی ولی دمت گرم. خب نوشته که درایو بک تو چشی. فکر کنم باید برگردیم. آره باید برگردیم. مشکل داری بینا زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلای سر ما آمده. آقا چه بی احترامی میکنی. سلام داداش. اوکی. This is the end. چرا عشقی بمیر دیگه. براش 3 بار رو رد شدم. بمیر دیگه. آقا برگردیم چیز مکان بیزینسمون. آره دلم گرفت اصلا رسولاتی نبود واسه ما اسم گنده واسه اون دایی نبود مدلم تکبری بود دلم گرفت اصلا رسولاتی نبود واسه ما اسم گنده واسه اون دایی نبود مدلم تکبری بود. خب سری شب شد. اینو پین کردی. این چی میگه؟ باش خسته نمیشه اینجا برو بگی بخواب. فکر کنم باید بریم بگیریم بخوابیم اگه اشتباه نکنم. نه چیکار باید کنیم؟ این چی بود رسی خریدیم؟ آب نمیخواید شما؟ این آب بخواد. بیا همه جا ریختیم بجز اونجا که آب ریختیم. خب اینو آب دادیم. این چیه؟ آها این خاکه. دونه رو باید بکاریم. باز شو باید خاک کنیم. آشغالو بنداز سرد آشغال آخه. این آبه چرا تموم نمیشه؟ خب الان باید بخوابیم. اوکی اوه خب 308 دلار بیزینس کردیم. مانی 135 تا ایکس پی گرفتیم. خب اگه از این گیم خوشتون اومد لایک کامنت ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی فعلا.